سلام دوستان، به یه ویدیوی آموزشی جدید از چنل میدنایت منتور خیلی خوش اومدید. امیدوارم که ویدیوهای قبلی رو دیده باشین و برای شما مفید بوده باشه. امروز اومدم با یه ویدیوی آموزشی دیگه که فکر میکنم خیلی مفید هست برای کسایی که فیلم زیاد میبینن، دوستان دایره لغتشون رو افزایش بدن، یا وقتی که فیلم زبان خارجه میبینن متوجه بعضی از اصطلاحات نمیشن. این سایت خیلی میتونه کاربردی باشه. شما کافیه که اون ویدیو رو داشته باشید و داخل این سایت آپلودش بکنید و این سایت متن به متن ویدیویی که شما رو دارید میبینید و به زبان فارسی همونجوری که اینجا میبینید تبدیل میکنه و شما میتونید متوجه بشید. حتی دقیقه هاشم اینجا مینویسه. ترجمهش تا حدی درسته و نمیتونم بگم خیلی دقیقه، ولی خب درسته، میتونه برای شما مفید بوده باشه. الان قابلیت هایی که دیگه این برنامه داره، میتونه ساب تایتل اضافه بکنه، میتونید کات بکنید یه قسمتی از ویدیو که دلتون میخواد یا ادیت بزنید. فقط قابلیت دانلود نداره، قابلیت دانلودش مجانی نیست و پولیه. بنابراین فقط شما میتونید اینجا ویدیو آپلود بکنید و تیکه به تیکه از ویدیو رو ترجمه کنید تا متوجه بشید که ویدیو راجع به چی داره کلا صحبت میکنه و اینجوری داره لغت زبان خودتون رو افزایش بدید. اگر بخوایم یک بار دیگه این ویدیو رو در واقع آپلود بکنیم و شروعش بکنیم، ببینید تیکه به تیکه با شما میره جلو. اینجا هم به شما نشون میده که الان کدوم قسمت از ویدیو رو داره برای شما ترجمه میکنه. بنابراین این یکی دیگه از آموزش‌های چنل میدنایت منتور. امیدوارم که مفید بوده باشه این آموزش هم برای شما. آدرس سایت هم اینجاست برای شما. حتما توی قسمت دیسکریپشن چنل میذارم و امیدوارم که از ویدیوهای قبلی استفاده کرده باشین، مفید بوده باشه براتون. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. شب و روزگار بر شما خوش تا ویدیوهای آموزشی دیگه.